یکی این استالاگمیت در واقع یه جادوگر سنگ شده است. طبق افسانه ها 1000 سال پیش یه جادوگر اونجا زندگی میکرده که همراه خودش یه سگ داشته و 2 موجود ماورایی که این موجودا خودشون به شکل بز در میآوردن. یکیش بز کامل بزرگ باله، اون یکی هم بزغاله. و گفته میشه که این جادوگر یه زمانی بیرون از غار مشغول زندگیش بوده، اما وقتی معشوقش بهش خیانت میکنه قلبش میشکنه و از شدت عصبانیت تصمیم میگیره که کلا جمع کنه بره توی غار زندگی کنه. اونجا توی تنهایی و تاریکی نفرتش رو نسبت به دنیا و مردم دنیا، مخصوصا هر زوج خوشبختی که میدید نشون و اونقدر عصبانی شده بود که نفرینای مرگبار برای مردم محلی میفرسته. طبق این افسانه وضعیت اونقدر ادامه پیدا میکنه، اونقدر شدیدتر میشه که در نهایت دامنه یه بچه‌ای رو میگیره و همون بچه‌ای که توی یکی از روستاهای اطراف اونجا زندگی میکرد به خاطر نفرین جادوگر جونش رو از دست میده. و همون موقع بود که مردم میرن سراغ کشیش محلشون و ازش درخواست میکنن که یه کاری بکنه. کشیش اونجا هم بلند میشه میره توی غار و وقتی جادوگر رو میبینه آب مقدس میکشه روش و همین که این کارو میکنه جادوگره و سگش 2 تبدیل میشن به سنگ و این مجسمه مانندی که اونجا میبینن که در واقع یه استالاگمیته همون جادوگر است که یه داستان جالبی برای همین استالاگمیت های توی غاره که ما میدونیم همین چیزی نیست. اما یه نکته خیلی جالبی وسط وجود داره. توی سال 1912 یه باستانشناس به اسم هربرت بالک توی یه